قانونی وجود نداشت برای ما، تبصره بود. یکی رد میشه تو بانک مرکزی پاش به سیم گیر میکرد، کل حساب افغانستانی قطع میشد. یعنی ماها صف میکشیم. من همین الان نشستم سیم کارتم قطعه، زنگ میزنم به شرکت ایرانسل میگه جوری بسته شده که اصلا نمیدونیم باید چجوری فعال کنیم. چرا؟ مال خودم قطعه، مال برادرم قطعه. حساب‌ها رو به دلیل اینکه ما 40 سال موقت داخل ایرانیم. اینجا به دنیا اومدم 31-2 سالمه، اینجا موقتم. سال به سال مدرکم تمدید میشه، یعنی هر آن امکان داره بگه خب خوش آمدی. آقا من اینجا به دنیا اومدم. ناراحتیم، این نسلی که هستیم ناراحتیم به خاطر اون دید امنیتی که به ما دارن. سیم کارت ما قطع میشه، نمیتونیم وصل کنیم. الان کارت‌های هوشمند تا 31/6 وقت داشت. دولت به صورت خودکار اعلام کرد آقا تا 30/12 وقت داره، نمیتونیم الان تمدید کنیم. حساب بانکی تمام قطع شد، چون سیستم بانکی تعریف شده روی اقامته. تا فلان تاریخ اقامت داری میتونی از حساب بانکی استفاده کنی. شخصی به من زنگ زد گفت اومدم اسنپ رو پرداخت کنم ساعت 10 شب. اسنپ رو پرداخت خانومی هم بود. اسنپ پرداخت کنم، زدم حسابم بسته است. سیم کارت من 12 شب قطع شد. آقا شاید من یه کاری بیمارستان مثلا میخوام اطلاع بدم، چرا 12 شب یهو سیم کارت من باید قطع بشه؟ سیم کارت جدیدمون هم قطع شد، یا از طریق دود آتیش روشن. آره یا کبوتر یا دود آتیش کنیم پیام بفرستیم که آقا ما اینجاییم فلان کاره. آقا شما افغانستانی آقا یک کد بده بهش. هر اداره‌ای که بیمه میده یک کد میخواد، دفتر خدمات قضایی یک کد میخواد، میره دفتر کفالت یک کد میخواد. رایگان نیست که همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم خیلی عظیمی از افغانستانی‌ها درگیر ثبت نام بچه‌شون. رایگان بمونه که ثبت نام نمیتونن. مشکل کد داره، بازم مشکل کد دارن، نمیتونن ثبت نام کنن. حالا الان توی کاشان جلوی مدرسه در کاشان خانواده ایرانی اومدن گرفتن جلوی بچه افغانستانی رو، جلوی بچه رو دارن تاکید میکنن، جلوی خانواده نه. تمام گفته افغانی برگرد خونه، حق ندارید وارد مدرسه‌ای بشی که ایرانی‌ها دارن درس میخونن. قانونی ها. الان بحث ما بحث قانونیه. رو بحث شیر خشک رو فقط به کد ملی میدادن. ایرانی باید بره کد ملیشو بگه، شیر خشک بگیره. اگر کودک اونور کودک مام کودک، چه سیم کارت به ناممون نمیشه، حساب بانکی. من الان سیم کارتی که دارم به نام کسی دیگه است. خود من قانونی دارم زندگی سیم کارتم به نام کسی دیگه است. آبر بانک همکارم دست منه، آقای محمدی همکارم آبر بانک ایشون دست منه. بعد ماشینی که دارم سوار میشم به نام کسی دیگه است. الحمدلله انقدر ما رو تو پایین نگه داشتم ما اصلا نگاهمون کارگری بیشتر نمیره. کشورهای اروپایی دوستان ما، افغانستانیای ما که از ایران رفتن الان نماینده شهر دارن میشن، شهرداری کار میکنن، تمام چیز. ما نمیگیم اون اصلا نخواستیم. همون کاری که ما داریم انجام میدیم مجوز بدن.